میگویند بعضی آدم‌ها سایه‌شان تا قرن‌ها روی تاریخ می‌ماند. رابرت اوپنهایمر یکی از همانها بود. مردی با ذهنی تیز، روحی پیچیده و نقشی که جهان را برای همیشه تغییر داد. در 19 روز آوریل 1904 در نیویورک در خانواده‌ای مرفه و یهودی کودکی به دنیا آمد که بعدها به پدر بمب اتم شهرت یافت. اوپنهایمر از همان ابتدا شیفته دانش بود. فیزیک را در هاروارد آموخت، اما برای کشف حقیقت‌های عمیق‌تر راهی اروپا شد، جایی که در کنار بزرگان فیزیک زمان از جمله ماکس بورن رشد کرد و شکوفا شد. اما سرنوشت برای او برنامه‌ای دیگر داشت. با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا پروژه‌ای سری به راه انداخت. پروژه منهتن، هدف ساخت سلاحی که بتواند جنگ را یک بار پایان دهد و اوپنهایمر با تمام نبوغش در رأس آن قرار گرفت. در صحرای نیومکسیکو در سکوتی سنگین نخستین آزمایش هسته‌ای انجام شد. بمب منفجر شد و آسمان را شکافت. اوپنهایمر که به شدت تحت تاثیر عظمت ویرانگر آن لحظه قرار گرفته بود، تنها جمله‌ای گفت: اکنون من مرگ شدم، نابودگر جهانها. جمله‌ای برگرفته از کتاب مقدس هندویی بهاگاواد گیتا. اما پس از پایان جنگ چیزی در درون او تغییر کرد. آنچه ساخته بود حالا به کابوسش بدل شده بود. او که روزی ناجی آمریکا تلقی می‌شد، به تدریج منزوی و از سیاست کنار گذاشته شد. در دوران مکارتیسم به خیانت متهم شد و از سمت‌های دولتی کنار رفت. گویی تاریخ سازنده سلاح را از سرنوشتش گریزان نمی‌دانست. اوپنهایمر سالها در سکوت زیست، در خلوتی که با فیزیک، فلسفه و حسرت پر شده بود. در سال 1967 در سن 62 سالگی دنیا را ترک کرد، نه به عنوان یک قهرمان یا خائن، بلکه به عنوان انسانی که در قلب بزرگترین تصمیم‌های تاریخ ایستاد و بهای دانستن را پرداخت. راستش را بخواهید، قصه اوپنهایمر فقط داستان یک دانشمند نیست. داستان انسانی است که قدرت، علم، اخلاق و وجدان را در هم آمیخت و تا ابد در تاریخ مانده.